اول بشین پسرم. تو این مسئله رو یک بار از اول فهمون. شخص یا گروهی هست که ما را حمایه و دستگیری میکند. این دفعه دویم بود. ایزی انگشتان سلاح را نیز او عوض کرد و امروز دشمنان ما را نیز بکشت. ما را هر دوی شما میشناسید. اگر این کار امکی صراف نباشد پس این کار یک کس است و او شمایید. با ما شما کمک کردید. نه، در وقتش آن سلاح را بسیار استفاده بردم، ولی هرگز دیگر به دستمان را نمیگیرم. این خیل باشد کی به ما کمک کرد؟ خدا از او راضی باشد. آمین. نمیدانم به شما کی کمک کرد، ولی میدانم که شما به من کمک میکنید. چطور؟ در دست حجت ها داشته اید. در باره ژیتم من آن حجت ها را میخواهم. آن حجت ها رو چیکار میکنید؟ قلیج دهن و گروه خونخوارش را نیست میکنم. کار کنید خوبتر کار کنید. شاید دل مدیرتان را یابید. چی گپ است؟ اینجا چیکار میکنی؟ تو چه ها میگویی؟ خودت نگفته بودی که باز وا میخوری. انا بین آمدم، از بالا برایت حجت آوردم. همه مرا گوش کنید. این حجتی که در دست من است جای کار مدیرتان را معین می کند. تنها نوشته نشده است که در کجا باید کار کند و این را البته من می نویسم. به رفیقانی که به من دام گذاشتند و خواستند به من دشمنی کنند این عبرت می شود. کسی پایش را کج گذارد آن پا را می شکنم. ولی امروز روزی با انصافی من است. وگرنه مراد جان در اینجا جای کارت را نه، جای مرگت را می نوشتم. مدیر، حالا وقتی آن است که جای کارت را معین کنیم. تو چی میخندی؟ انا دیدی کجا بوده است؟ یک گوشه ترکیه. شما باوری دارید؟ حالا در دست حجت زیاد داریم ولی محیط ناموافق است. حالا تمام قوت در طرف آنهاست. انشالله مردم ما را دستگیر میکنند خواهرم. وقتش آمد حقیقت ها را در رسانه های خبری پخش میکنیم. به مردم چهره اصلی این آدمان را نشان میدهیم. آنها از پای شما میشوند. بگذار. شما را میکشند جناب تحصیل. بکشند. تماما نمیترسید؟ مردان فدایی نمیترسند. تو میترسی؟ زمانه جسورها را میخواهد، آنهایی را که به ظالمان ضدیت نشان میدهند. حالا وقت اتحاد است. اگر حالا متحد نشویم گمان میکنم که پگاه احتیاج به متحدی نمیماند. دیگر وقت نیست. خوب، ولی چیکار میکنیم؟ حالا ما دو راه داریم. یا مثل اکثریت از یاد تاریخ فراموش میشویم یا اینکه در تاریخ میمونیم. من از مرگ نترسیده
هرچند مشکل است راه دویم را انتخاب میکنم. با من هستی؟ برای وطن تمام هستیت را فدا میکنی فرهاد؟ با من هستی؟ بین مراد جان، گپ رو گوش نکردی و عاقبتت چی شد؟ ولی غمگین نشو، من شخصا غمگین نیستم. گیر برای کار راهی سفید. راهی سفید کریش پادشاه و تو هم راهی سفید. ما خندیده هم دویده هم می رویم. تو از این هیچ پروایی نکن. غمگین نشوید برادران، غمگین نشوید دوستان. شخصا من غمگین نیستم. راهبران را دائمی وضع می کنند. هرچند این دفعه عدالت وجود نداشت، ولی من افتخار می کنم که در خدمت وطنم بودم. این وطن از آن ما و شماست. به خاطر هزاران شهیدانی که زیر خاک پاک این وطن خوابیدند، هر یکی ما مسئولیم که کشورمان را حمایت کنیم. هر قدر این وطن را دوست داریم. دشمنان امروزه ما پگاه پایمان را بوسه میزنند، چون که دستان ما در آخرت در گریبان آنها می شود. اصلا رو افتادن نشوید برادران. روزی می رسد که این چاهکنها خود زیر چاه میمانند و شما این را میبینید، چون که خداوند به ظالمان مهلت میدهد، یعنی امکانیت میدهد، اما عدالت را رعایت میکند. خداوند قادری مطلق است. باوری و امید و آرزومان را گم نکنیم فرهاد. با خواست خدا درست حرکت کنیم بس است. تشکر. خدا حافظ امک صراف. خدا نگهبان باشد. چی شده با؟ تینجی است؟ امروز جانان به من یک چند مراتب زنگ زد. باز چی میخواسته است؟ زود قهر نکن. با تو صحبت کردن میخواست است. فوری بوده است. من دیگر با او در هیچ باره صحبت نمی کنم. ایاز با او صحبت کن. شاید چیزی مهم باشد. نه اپا، او را گوش کردن نمیخواهم. در این باره دیگر گپ نزنیم. چی دردی داشته باشد برای خودش نگاه دارد. ایاز؟ این منم جانان. بچلی. ببخشید، گمان کردم که ایاز است. با فکرم او را یافته نتوانستی. افسوس که تا حال او را میجویم. باید پیش از قادر ما او را یابیم. این بسیار مهم است. میدانم. هرچی از دستم آید میکنم. با او صحبت کنم به شما خبر میدهم. خوب. شبی خوش. شبی خوش. در کجایی ایاز؟ در کجایی؟ خداوندا التجا میکنم کمک کن اکای ایازم رو یابم. امیدوارم که اکای فرهاد هم زنده است. شاید همدیگر رو یافته باشند. خدایا التجا میکنم مرا بشنو. باره هم باشد رویشان رو ببینم. باره آوازشان رو شنوم بس است. خداوندا از تو التجا میکنم.
دیگر تاب نمی آورم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمده دوستان. سبب شما را اینجا جغ زدنم این است که میخواهم قوه‌های بدی کشورمان را یک یک آشکار نمایم. این گپ‌هایی که میگویم قوه‌های سیاسی میان سربازان و گروه‌های علاهیده سیاسی را افشا میسازد. این لعنتی چه ها میگوید؟ چی گپ است؟ شاید کشورمان آماده نیست که اینها را بشنود، اما مجبورم. برای وطنم و خلق عزیزم مجبورم. خداوند راهتان را شاید برادر. حالا من راست میگویم. دیدم. دروغ نمیگویم. کرمای آقای بیسری حقلی را من کشتم. او در تیرپرانی نمود. این لعنتی چی ها میگوید؟ تیرپرانی دروغ است. اوغور بیسری چکولک از من خواهش کرد که او را بکشم و من با یک تیر او را پراندم. در یک لحظه او جان داد. اما این گپ هایم درست است. حقیقتا دروغ نیست. حقیقتا. بله رفیقان. خیر، این اوغور چوکلک کیست؟ او راهبر ژیتم و یک قاتل ظالم بود. حالا او کجاست؟ من میگویم. گنرال قلیچدهن این کسیت را یافته به مردم خودنمایی کرده است. مقصدش نیروی ژیتم را به اختیار خود گرفته حکمرانی کردن است. قلیچدهن خائن است که لباس قهرمانی به بر کرده است. اوه، همه کار در هم برهم شد. آن اکنون دیدی قلیچدهن؟ هیچ چیز مخفی نمیماند. مردم چهره اصلیت را اکنون میبینند. این ژیتم نام گروهی خونخوار با تروریستان همکاری کرده، آنهایی را که از این آگاه شدن پر نیست کرده است. این کارها بی‌جزا نمیماند. کلیچ با فکرتون اکنون وضعیت چی می شود؟ جناب، در دست یگان حجت دیگر دارید یا مثل این کسیته؟ جناب رفیقان، دیگر حجت ها را می آورند. مهم نیست که از کجا و کی می آورد. این دلیل ها را از یک قهرمان وطن گرفتم. من به این راه برآمدم تا ضد خائنان و بی‌ناموسان وطن مبارزه برم. نه فروختم و فروختن نمی شوم. قلیچدهن به تو ندا می کنم. بی ترس، بی لرز، چون که اکنون خلق آگاه است. تو به من میگویی؟ تو به من میگویی؟ تو چقدر جرأت کردی؟ حالا میبینی. تحسین قلیچدهن تو با عقنه با دیگر جایت کار میکنی. زود قلیچ را یافته اینجا بیارید. هنوز که ابلهی زیاد نکرده است او را داشته بیارید. خوب شد از جناب. خواهی این آدم اکنون چی گفت؟
عدالت را جاری میکنند. همین خیلی میگوید. خدایا پدر، از حادثه ها خبر داره؟ چه خیل پدر، چه خیل پدر. مرا دیگر پدر نگو. باز تو با کدام رویت به اینجا آمدی؟ گم شو از اینجا. نفهمیدم. جایی نمیفهمیدگی نیست. تو رو از شرکتم، از خانم راندم. دفع شو از اینجا. تو رو همراهی اکای ایازم در اینجا گور کرده بودیم. خواهرک شیرینم، تو رو یافتم و گویا پدر و مادرم رو یافته باشم. من هیچ کسی نداشتم، تنها بودم، جایی رفتن هم نداشتم. خواهرم، تو به من عائله‌ام رو برگردوندی. من مزار یافتم که میتوانم اینجا دعای بکنم. شاید با شرافتی تو اکاهایم را نیز یابم. اکای ایاز، اکای فرهاد، من بیاز، خواهرتان بیاز، التماس مرا یابید. هر بگاه ساعتی 8 شما را انتظار می شوم. سراغ باغی آفتابی، در سر کلاهی سرخ می پوشم. این را به اکاهایم رسان. میلش غریب، خواهرتان شما را پسمان شده است. رفته او را یابید. بگو میلش. این کار را نمیکنه، مرا نمیرانه. برای چی؟ حاضر راندم کو. انا باز میرانم. دفع شو. خالدون جان، سفسطه نگو. تو چی دیوانه شده ای؟ دمت را گیر. تو دخالت نکن. بس از دخالت کردن. سوش دهن هستم. این کار را اینطور نمیگذارم. پدرم جزایتان را میدهد. میبینید، همه‌تان میبینید. بدو نزد پدر جانت بدو. زیر دامن پدر جانت پنهان شو. بدو با دامن پدرت بچسب. بگو که مرا راندن، بناهای شرکت را چپه کردم و آنها مرا راندن. بگو زود باش. بدو او هم جزایت را دهد. بدو نیست. وای رفت. دمت را گیر. جانان، تو میدانی که آنجا چه حادثه رخ داد؟ پدرت مرا راند. گمان میکند که این شات را من چپه کردم. این کاری من نیست. تهمت میکنم. این کار را من نکردم. فهمیدی؟ من نکردم. نمیدونم سوش. کارها در هم برهم شدند. من چیزی رو فهمیده نمیتوانم. نمیدونم که کاری خوب کردیم یا بد. همه درباره کلیش گپ میزنند. همه جا به لرزه در آمد. بگذار سیرها آشکار شوند. وقتی حق باشی باید سرت را خم نکنی. عاقبتش مرگ هم باشد. درست میگوید اما که صراف. ولی او کلیچ است. انیق به جنوب تحسین ضرر میرساند. باید کاری کنیم گل، وگرنه به آغاز کارمون برمیگردیم. گویا چیزی نشده باشد اینجا نشسته نمیتوانیم. تمام بس است. آرام شو. همه چشم سوی تو اند. باید خطا نکنی. ولی من به جته میروم. کلیچ رو نظارت میکنم. اگر یگان خطری رو حس کنم به شما خبر میدهم. میلش تو هوشیاری رو از دست نده. خواطر نشم. احتیاط شب دخترم. از دیروز باز جانان پیامک می نویسد. با او چیزی گفته نمیتوانم. بیا یک روی نکن. با او زنگ زن. شاید واقعا با تو گپ مهمی داشته باشد. ایاز نه اپا، تو هم هرگز بر نگرد. من مقصد او رو دانستن نمیخواهم. گوش کن، اگر مرا ذره احترام کنی گپم رو اجرا کن.
چرا بر نمیگردی اپای گل؟ چرا؟ باید با ایاز صحبت کنم. در کجایی ایاز؟ در کجایی؟ گوش کن ظفر، اگر یکان وزیری به عقل باشد مرا نیست میگویی. خوب فهمیدم جناب. الو، یک ثانیه جناب. آرق چی؟ نیست بگو، من نیستم. الو، اون کس حالا نامدند. همین که بیایند من به شما خبر میرسونم. روزی خوش. این خواهینی ما کیست؟ کیست؟ او در تگ بینی ما نفس میکشد، ولی من نمیدانم که او کیست. او را نمییابم. او کیست؟ فکر کن. کی میداند باز چقدر حجت ها را ربوده باشد و به تحسین لعنتی داده باشد. جناب اکنون چیکار میکنیم؟ اون خواهین رو چطور مییابیم؟ چطور مییابیم؟ نه شما، نه من مییابم. خودم مییابم و جزایت را میدیم. جناب قماندان قلیش در آفیسش نیست. با تلفن ماشینش زنگ زدیم جواب نمیدهد. ابله است. او به خطاهای زیاد راه میدهد. آرقچی به من فشار نیاورده باید تحسین را نیست کنم. همه میبینن با کلیج بازی کردن چیست. همه میبینن. با شما راهی سفید خواهانم جنابی مدیر. برای کار جنابی مدیر. خدا نگهبانتان جناب مدیر. خود را احتیاط کنید جناب. خدا نگهبانتان جناب. اگر از میان شما کسی منفیتی خودش را فکر کرده کاری کند، باور کنید که به حق میلیون ها نفر و حق دولت ضامن می شود. وظیفتان را سزاوار و حلال اجرا کنید. رای سفید جنابی مدیر. غمگین نشو مراد، همش خوب می شود. باور کنید هیچ غمگین نیست. در هر گوشه این وطن خدمت کردن حیاتی نو است برای من، ولی من نمیخواستم این خیر شود. من به کار دیگران بینی خلاندم، خواستم عدالت رعایت شود. برای همین با من چنین کردم. حالا باز یک وظیفه دیگر به دوشم افتاد و باز برای تو مبارزه میبرم. تا آخرین نفسم نبرد میکنم. خواطر نشو، این وطن ماست. وطن نباشد ما هم نیستیم. اوه برادر، اوه برادر، نگاه کن اکا. برای اون که وظیفه‌اش رو اجرا کرد او را از کار راندند. او را نراندند ایاز. هر یک وجب خاکی وطن برای این گونه آدمان جنت است. این را هیچ گاه فراموش نکن دادرم. مرا اینجا انتظار شو. جناب تحسین. لبای فرهاد. وقت دارید صحبت کنیم. درویش راننده صادق من است. بملال گپ زن. جناب تحسین، ما برای شما خواطریم. کلیش شخصی خطرناک است. احتمال بزرگ است که به شما حمله میکند. از من چی میخواهید؟ نفهمیدم. یک مدت از بین ناپدید شوید. آخر خواهش اونها همین است فرهاد. میخواهند در خانه پنهان شوم. میخواهند بین من و خلق فاصله اندازند. به این راضی نیستم. حداقل یک چند روز و هم برنامه های موسیقی را بیکار کنید. گوش کنید جناب تحسین، شما نمیدونید که کلیش تا چه اندازه خطرناک است.
میدانم ولی نمیترسم. به این راه در آمدم و بازگشت نیست فرهاد. برای همین مانید من کارم را کنم و شما هم کارتون را کنید. با ترس و خاموشی این مشکل ها حل نمی شود فرهاد. چی شد قلیج بای؟ چرا خوردن خواستی؟ کمکت لازم. چی میخواهی؟ جان تحسین را. همانی که در تلویزیون برآمد کرد. اگر رسانه ها از این خبردار شود ما دیگر کار کرده نمیتوانیم. آن طرفش را نمیدانم ولی این کار به تو هم تاثیر دارد. آخر فکر کن آن لعنتی هر دویمان را قلاب اعلان کرد. خلق را چه خیل فریب میکنی؟ مگر دشمنان اساسی آنها نیستند؟ خواهی که دشمنانت را تازه کنم تو دشمنانی مرا تازه میکنی و این برای هر دویمان منفعت بخش است. چی کار میکنی؟ سوی قصد را یکی از آدمانت میکنم و جوابش را گروه میدهد. از این کار من و تو نان میخوریم. آرکچی به این چی میگوید؟ این فکری خودی آرکچی است. او خبر دارد. چرا یکی از آدمان خودت را وظیفه دار نمیکنی؟ چون که میانی ما خائنی هست و کسی باور نمیکنه. تو با دشمنی ما مشغول شو و من آن خائن را مییابم. با یک تیر دو فاختک میزنیم. این چه خیل میشود؟ آن طرفش کار من است. سوالهای زیادتی نده. بسیار فکری خوب کردیم اکا. استاد خلیل چنین شیرینی را دوست می‌دارد. خدایا این دیوانه در این نصف شب در اینجا چیکار میکند؟ ماشین را باز دار اکا. باز دار با او کمی شوخی کنیم. ایستایز نصف شب با این دختر دیوانه بازی نکن. نگاه کن. بیاز اکا خدایا اینها یا اکاهایم همینها باشند. این خیال خام. خیر گرگ کجاست؟ گرگ؟ چه خیل گرگ؟ آخر نگاه کن تو دختری کلاه سرخک شده ای. به تو یک گرگ لازم است. تو چه خیل برو چه خیل بشرم هستی ها؟ ایستایی دختر تو چیکار میکنی؟ چرا در اینجایم؟ چی را انتظارم؟ تو مگر خبر داری؟ اکا به این یگو چیز بگو. و تو چند بار گفتم دادرم مگر این دختر رو نمیدونی؟ اینجی قصد. بله اینجی قسم. سرناز و نوز هستم. ای دختر تو دیوانه شدی؟ اکا این دختر کمی دیوانه است. اینجی قصد. چیکار میکنیم؟ تا خط میکنیم. حالا من جزای شما رو میدیهم. شما منو مسخره میکنید. گم شوید از اینجا. گم شوید. گم شوید. رمید از اینجا. بی شرم ها بی ادب ها. دیگر افتی خنوکتان رو نبینم. اینجیق. اوف این دختری دیوانه قریب دستانم رو میشکست. دستانش چنان سختند که شکر کن که گردنت رو نشکست. اینجیق. اکا این گردن تو کجا بود؟ ای اکا نکن التماس. چی در کن اکا التماس نکن اکا. اکا ایست ماشین رو دار. با خفا برمیگردیم. باوری داری آیاز؟ بله اکا بله.
ба қафо баргард. дигар тоби бо ӯ суҳбат кардан надорам. баргард. хуб додарам. دخترم یا در و در خانه انتظار شو یا به خانه رفت و هم اگر می آمدن هلوکای ها در خانه می بودند. این خیل باشد می روم. اپای صدیقه ایاز بیاید با او رسانید که حتما به من زنگ زند. میلش می رسانم. تو خواطر نشو. من چه خیلی دستگیر کردم. من این کار را با خوبی از خود کردم. سواش جون اگر لازم آید با دهانم پرنده را میدارم. شاید اون وقت پدرم اجازت دهد که سردار شرکت شوم. چه گفتی؟ چه شد؟ با پدرت گپ نزدی؟ نگفتم. گفتن رو هم فکر نمی کنم. از این پس من تنهایم. چی شد؟ چی میخواهی؟ از آرخچی خبر آوردم. او گفت که آرام باشن، مسئلهش رو حل میکنه. بسیار خوب بوده است. باز چی؟ شما را فوراً دیدن میخواهد. فوراً؟ بگو که پس از نصف روزی میآید. جناب آرخچی فوراً گفت. من هم همین خیل میگویم. تو هم بعدی نصف روزی میآید بگوی. فهمیدی؟ زود باشه کن. مسئله را حل میکردن. به طوری خود مرا به دام افتانده. پایان افکندنی هم. آن تحسین نامپلید میخواهد همه کار و بار ما را آشکار سازد. ما تمام عمر با این کار نان خورده ایم، با خونریزی، و حالا نوبت تو آمد. ایاز تو نزد جناب تحسین رو. یک ثانیه هم از نزدش دور نشو. یگان وضعیتی شبهناک شود او را از اونجا دور کرده زود به من زنگ زن. فهمو اکا، تو هیچ خواطر نشو. ایاز باز از پیش خود کاری نکنی دادرم. فهمیدی؟ خوب شده است. ایاز راه گرد. ایاز جان، تو را در آسمان جسته از زمین یافتم. تو رو یافتن مشکل بود است. سراسیمه هم قادر. چی میخواهی بگو؟ آرام باش، آرام باش. وقتت را زیاد نمیگیرم، ولی باید صحبت کنیم. با تو یک پیشنهاد خوبی دارم. چی شد؟ ایاز رو پیدا کردید؟ افسوس که تا حال نیافتم خانم. شما؟ بله، من پرویز براین به شما سلام گفت. در نقشه های نو با من همکاری میکنی پیچلی. قادر، تو چرا میخوایی که آن زمین ها رو به تو فروشم؟ حتی رفته هم ندیدی، یگان ارزش ندارن. میدانم ایاز جان، میدانم. حاضر ارزانترین زمین های انقره آنجاست. معلوم من باشم تمام زمین های آنجا را خریده یگان نو ساختمان کردنیم. خودت میدانی که برای ساختمان یک دنیا پول صرف می شود و هم شاید تو با پول احتیاج داشته باشی. ها؟
چی میگویی؟ خوب مайлش گفتی تو شود. تو حجت ها رو آماده کن. من وقت یافته می آیم و به حجت ها امضا می گذارم. بسیار خوب، بسیار خوب. خیر، سلامت باش. سلامت باش، سلامت باش. مشکلی نیست. فراموش نکن تو یک قهرمانی، قهرمان خلق. تحسین نام لعنت را نیست کن. نفهمیدم چرا ما رو اینجا جیغ زد. باوری دارم که گپ درباره تحسین است. بشینید. گپ را زیاد نمی کنم. چه خیلی که میدونه دیروز با ما تهمتی بزرگ کردن و امروز ما آن مسئله را حل میکنیم. تحسین قلاغلو را نیست میکنیم. طبق معلوماتی گرفته امان امروز جناب تحسین بیگاهی در یک محفل اشتراک میکنه و یک تیرزن که من در بیرون جایش را معین میکنم عیناً از این قسمت بینا او را به نشان گرفته به قتل میرساند. خواهش من از شما این است در ظرف این 1 ساعت به طور قطعی در این منطقه حضور نداشته باشید. چرا جناب؟ حاضر میفهمانم ظفر. اگر کسی از شما در آنجا باشد گناهکاری ما معلوم می شود. این خیلی آسان است. چه خیلی که گفتم همه کاری خود را می کنند. باری دیگر تکرار می کنم در ظرف این 1 ساعت کسی در آن منطقه نباشد. فهمیده؟ بسیار خواهین اکنون تو را میابم، تو را پاره پاره میکنم. میتوانی در آن درایی. جناب کجا میرویم؟ تو نمیروی ظفر، من میروم. در را پشت. ببخش ظفر، امروز با پدرم هم باور نمیکنم. مادرتون را غمگین نکنید. خوب شد است پدر جان. صحت سلامت رفته بیایید. خدا نگهبانتون. خدا حافظ. خیر. امروز چه حال داری دادرم درویش؟ من خیلی خوبم جناب. جنابی تحسین، من هم با شما روم می شود؟ چرا؟ چرا؟ تو را فرهاد فرستادن؟ میلش در ماشین ما برای 1 نفر همیشه جا هست. همین طور نیست درویش؟ بیاید سوار شوید. خوب، تشکری زیاد. از خانهش برآمده است. دیر کردیم. نه خود که
شما از فراهین چی خواهش کردید؟ تو و گروه دختران تو را و او با کمال میل راضی شد. به من کمک میکنی؟ در کدام خصوص؟ در خصوصی تحسین کلاغلو. داماد را این دفعه با او میگذاری. جناب شما را میپرسم. چخل نصف کلیچ او را در حال یافته به نزدم بیار. صبر کن آرکچی، کمی دیگر صبر کن. امروز به همتون نشان میدیم که من کیستم. به همتون. دیر میکنیم. شاید با پلیس خبر دهیم. عاقبت پلیس ها را دیشب دیدیم گل. غیر خودمون به کسی باور کرده نمیتوانیم. اون قاتل را خودمون باز میداریم. یا او زنده نمیماند یا اینکه ما. خسته نباشید. جناب خوش آمدید. چه حال دارد؟ خوب هسته؟ خوبم جناب، خوبم. خوش آمدید. تشکر. خوش آمدید جناب. خوش آمدید جناب. خوش باشید. همیشه در سری ما باشید. آمین. سلامت باشید. سلامت باشید. به سوی دام بیا و تو را پاره کنم سگ. تو را بکشم، جگرت را بکنم. دیر میمونیم گل. داو. تشکر. سلام علیکم. سلام علیکم. تشکر. سلام علیکم. تشکر زیاد. تشکر. سلام علیکم. سلامت باشید. خوش آمدید جناب تحسین. شما را دیدم خیلی خوشحال شدم. تشکر زیاد. سلامت باشید.
میانی ما خائنی هست. بیا. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. تشکر. بیا خیر. بیا. به شرف ها. به هر کسی که در ساختن این مکان علم و معرفت سهم گذاشت اظهار منتداری میکنیم. سلامت باشند. سلاح‌هایتان را پرتایید. پرتایید. سلاح‌هایتان را پرتایید. زود. به من خیانت کرده. برای آن نفرانی که عمر خود را به تربیه نسل نورس بخشیدند همه کف میزنیم. کف. شرکت مشترک بین المللی TM International مردم عزیز تاجیکستان را با سال جوانان تبریک نموده همه داوطلبان را برای آموختن زبانهای خارجی از جمله زبانهای انگلیسی، روسی، آلمانی، کورس‌های کوتاه مدتی کامپیوتری، سیاحت و مهمان نوازی تکلیف نموده 10% تخفیف پیشنهاد می‌نماید. معلمان ما تجربه درجه عالی داشته در کوتاه‌ترین مدت به شما زبانهای خارجی را می‌آموزانند. سراغ شهر دوشنبه محله 102 در سیوم آشیانه بینای تاج. مفصل در برقم‌های 93 800 02 21 985 22 49 89 و 232 42 33 زنگ زنید. TM International با هم آینده درخشان را می‌سازیم. الگانت پروداکشن مرکز خدمت رسانی بوده دارای دستگاه و تجهیزات معاصر ثبت کننده است. اگر شما مراسم شادی و نشست دارید که میخواهید تا دیر خاطرمان باشد پس الگانت پروداکشن برای شما امکان وسیع خدمت رسانی ها را فراهم می‌آورد. ما با استفاده از تکنولوژی نوی حاضر زمان با فرمت HD 4K در خدمت شماییم. همچنین ثبت کلیپ و کنسرت ها نیز در سطح بلند انجام می‌دهد. الگانت پروداکشن شریک با اعتماد شما در تمام مراسم هاست.